وقتی آهسته فرو تو خونه پا میذاره، وقتی هر لحظه نسیم توی باغچه ها میاد، توی خاک گلدونا بذر حسرت میکاره. به یاد ناصر عبداللهی. به به تو حرف نزن. دستا همه با من خودمم نه خاطره، من زرهم نه پنجره، من یه هوای تازه ام در انعکاس حنجره. میخوام سکوت کوچه رو ترانه بارون بکنم، شما رو به ضیافت ستاره مهمون بکنم. میخوام بگم که این صدا هر شکست مالم. بسه دیگه، خیلی ممنونم. نمیخوام خیلی این دو بزرگوار اینجا تنها بذارم، چون نشسته بودن پشت سر من حرف می‌زدن. درست کاملا درست فهمیدی. حسن میتونی یه خورده بشینی؟ بشینم؟ آره جدی. تو کار خاصی داری؟ بذار من این چیزی بگم. بیا اینجا. میدونید که حسن ریوندی چند وقت پیش نامزد کرد. یادت امیر دیگه؟ بله، به افتخارش. خب بگو ببینم میخواد چی بگیره. صبر کن اجازه بدیم. امیر هوای منو داشته باش. من میخوام بری تو استخر. این خودش در معرض خطره این هوای تو رو داشته باشی. نامزدش یه خورده مایه شاعری داشت. حسن ازش پرسید که خانم محترم اسم شما چیه؟ خانم یه ذره به حسن نگاه کرد، گفتش که شمع و گل و پروانه، اسم منم حنانه. حسن خیلی به خودش فشار آورد. آفرین. گفت آره؟ سیخ و میخ و سپایه، منم توپ دولاییه. نمک. صبر کن ببینم. کاری باهاش نداشتم، خودش شروع کرد. بذار امیرم بگی. بذار امیرم بگی. ببین چند نفر به 10 نفر من که میزنم لهتون میکنم. باشه. تو خونهشون موقعی که تازه نامزد کرده بود، یه ماه رمضان یه شب مادرش بیدارش کرد، گفت پسرم پاشو سحره. گفت ول کن مامان، خودم بعداً بهش زنگ میزنم. بله. شما چی میخوای بگید؟ یه بیت شعر برای من نوشته، من حفظش نکردم. نوشته ریوندی در دوره نامزدیش به نامزدش میگفته بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، فکر نکن یاد تو بودم. چی بودم؟ کار نداشتم ول میگشتم. یه همچین چیزی. بهش میگم امیر برای سالگرد ازدواجتون برای همسرت روز زن چی خریدی؟ گفت خیلی که مشتاقی بدونی، درسته؟ گفتم آره. دست منو گرفت برد لب پنجره، گفت اون ماشین مدل بالای قرمز آلبالویی رو میبینی؟ گفتم آره. گفت همون رنگ دمپاییشو خریدم. من نمیدونم. یکی از رفقای محمد نظری اومد بهش گفت آقای دکتر شما که دیگه دکتری، روز زن منو راهنمایی کن، میخوام برای خانمم یه کادو بگیرم. یه چیز استثنایی. محمد گفت میخوای غافلگیرش کنی؟ گفت آره خیلی دوست دارم غافلگیرش کنم. گفت برو اندازه پاشو براش بگیر، براش روسری بخواد. اینا اینجوری میپیچونن مثلا. من نمیدونم با اینا باید چه کار کنم. امیر جوشقانی میگه ما یه فامیلی داریم 28 سال بیکاره، اگه 2 سال دیگه بیکار باشه بازنشسته میشه. من چیکار کنم دست اینا؟ خب دیروز یا پریروز افغانستان بود برادران افغانه. چرا به من میگی؟ بالاخره یه مدتی اونجا شما مشغول کار بودی، من آماراتو دارم که کجاها کار میکردی. ایشون نه اسپانیا بودن. اینجوری اون قسمت‌ها فرق میکنه. اما من اسپانیا بودم. آقای ریوندی 7 دقیقه تا پایان داریم. حمید حامی میخواد بیاد، تو یه دقیقه میشینی؟ نه حمید بیا. آره حمید حامی میاد. آقای حمید حامی به بخش خواننده.